دین الله ضامن سعادت ما هست در دنیا و در آخرت، و دین الله یک برنامه کامل و همه جانبه هست که شامل عقیده و عبادت و اخلاق و سیاست و اجتماع همه چیز میشه. و منهج صحیح و سالم باید بر فهم دین داشته باشیم که فهم سلفی امت است. اول صحابه، بعد از باز تابعین، بعد از اتباع تابعین، در رأس امامان بزرگوار اهل سنت از امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعی رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله و امام مالک رحمه الله. خیلی از جوانان ما به نام دعوت سلفی امت را دشنام میتن. نعوذ بالله. سلفی امت را دشنام میتن، نام خود میمونه سلفیستم. ما این کدام دین هست؟ نمیفهمید کدام منهج است؟ از کجا پیدا میکنن این رقمی گمراهی های عجیب و غریبی را؟ باز برش که استدلال بکنیم والا فلانی عالم در فلانی جای در جرح و تعدیل فلانی نظر داده بود. او گنگس نظر عالم جرح و تعدیل از خود ضوابط و شرایط و قواعد و جایگاه مشخص خود داره. توی رو بفهم. هیچی نه دیگه اونا گفتن ما میگیم دیگه، یعنی خدا مثل بخاری فکر نکنه. همین که یک دو کلمه را فکر میکنم این بخاری که اگه جای گپ زدم، ما دیگه بخاری هستم یا امام مسلم هستم یا علی بن مدینی هستم یا نفهم سفیان سوری هستم یا سعید بن مسیبم یا اونا دیگه، یعنی تو دیگه جای تو بفهم، وزن تا بفهم، موقف تا بفهم، علم تا بفهم، باز تو کتا کتا گپا بزن. اینا رو به خاطر به این صراحت میگم که ما موارد بدنام کردیم منهج. قسم به الله هست من خیلی ها رو دعوت میکنم، میگه قبول دارم قرآن و سنت دین هست، خب فلانی 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 تو گفت گاهی وقتا یک هفته و یک ماه زده میریم که برای از او بفهمیم که بچه‌ای که غلط کرده سلف مربوط به سلف نمیشه. یک ماه دیگه کار نداریم که از او بحث میکنیم که این غلطی هایی را که ما شما ایجاد کردیم یک کسی باطی رو جور بکنه، باز رو دعوت بکنه. اگر نه شما رو والله قسم کسی را که بگیم که سلف صالح یعنی برداشت صحیح از قرآن و سنت طبق برداشت صحابه و تابعین و اتباع، کسی که تا مخالفت نکنه، این مخالفت های عجیب و غریب به خاطر عملکردهای خطای ما و شما ایجاد نشده ایجاد پیش الله مسئول نیستیم، منهج بدنام نمیکنیم. خیلی مهم هستی گپ به همین خاطر ضرورت داره ما به همین صراحت بگم. شاید به مزاج بعضی از جوانای ما خوش نخوره دیگه، خب ما منتظرم اون تاپه ها هستم. اما برای ما اون تاپه ها مهم نیست، ما نباید منهج خراب کنیم. قسم به الله گفتم ما مواردی بردم میگیم این منهج سالمی نیست، میگه صحیح است، ما گپ داره قبول دارم، خب منظور سلفیش این گپ نیست. کی سخی فلانی نفر که ابو حنیفه را داده یعنی سلفیت، فلانی نفر که نمیفهم فلانی نفر تکفیر کرده یعنی سلفیت، او از برای خود سلفیت نیست. و این مایم با عمل کردهای خطای خود ما منهج را بدنام میکنیم. پس یک کار بکنیم، وقتی لاف یک منهج میزنیم بفهمیمش که چیست و عالمانه ازش پیروی بکنیم، و اگر نمیفهمیمش دروغ با گپای دروغ خود یک منهج صحیح را بدنام نکنیم. دقت کردین انشاءالله. پس سلفیت مفهومش چیست؟ مفهومش برداشت درست از دین الله هست، هم در زمینه عقیده و هم در زمینه عبادت و هم در زمینه تزکیه و هم در زمینه اخلاق و هم در زمینه منهج سیاسی، هم در زمینه منهج اخلاقی، هم زمینه منهج اجتهادی. برداشت صحیح از دین به اساس منهج سلفی امت است مفهوم سلفیت. این رو درست بفهمیم و درست اجرا و عملی بکنیم. من مطمئنم ان شاء الله پیروزی بعد از آن ما میشه. اما اگر این خراب کردیم قبل از دیگران ما خود ما زدیم منهج و پیش الله متعال مسئولیم و در روز قیامت هم جواب گویم ان شاء الله که الله متعال ما راجع از اونها نگردانه. سبحانك اللهم و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.